کشتی ترماهی غله‌دانه یعنی جو و گندم اساساً ماه اکتبر آغاز انجام داده می شود، زیرا برای فراوان حاصلی من بعدش باید که تا فصل سرما نیش زده برآمده ریشه دوانده در زمین مستحکم شود. از این نقطه نظر هم کشاورزان عزم که با نظر داشت شرایط پیش آمده با استفاده از تخم‌های خوش‌صفت فراوان حاصلی مطابق اقلیم همان محل کشتی ترماهی غله‌دانه را هرچی تیزتر به آخر رسانند. مثلا کشاورزان خواجگاه جماعت دهات شهری اسفره کشتی ترماهی غله‌دانه را امسال در مساحت 443 گیتار به نقشه گرفته، ولی با استفاده از زمین‌های بین قطار باغات نو بنیاد گردیده 875 گیتار کشتی این زراعت را به انجام رسانیدند. در سمت فراوان حاصلی زراعت کشتی غله‌دانه کوپراتیف‌های تجارتی نوگلیم و چارکوه که با تخمی پروری مشغول هستند تجربه غنی داشته همه ساله بر نتیجه‌های نظررس نائل می‌گردند. کوپراتیو در توازن خود زیاده از 900 گیتار زمین‌های کشاورزی بوده، از آن 269 گیتار زمین کشاورزی با خمانده زمین باغات موجود که اصلا به پرورش زردآلو، سیب، آلو مشغول می‌باشد. در این شب و روز سهامداران کوپراتیو کشتی غله‌دانه را به انجام رسانده، سه موبی وگتاسیونی گرفته شدند. نشونامه غله از آن جمله گندم خیلی خوب می‌باشد. امسال با مساحت زیاده از 128 گیتار کشتی ترماهی غله از آن جمله گندم گذرانده شد که نوع الیته زیاده از 30 گیتار بوده، باقی مانده نوع رپرودوکتیوی یکم میباشد. یادآور میشیم که این دو خواجگاه‌های ذکر شده یعنی چارکوه و نوگلیم برابر کشاورزان جماعت‌های اسفره را با گندم تخمی خوش‌صفت تامین نمودند، همچنین آن را به ناحیه‌های دیگر نیز به فروش میبرارند. نوعی کش کرده شده 5 نوع الیته بوده، بار اول کش کرده برای سنجش کش کرده شده است که سال گذشته نوع تیمری از کالکسی حاصل خوب داد، باقی مانده در حالت سنجشی بوده، موافق طلبات اگرتکنیکیش حاصلی باید خوب دهد. در سالهای آخر با دسترسی به تخمی‌های خوش‌صفت فراوان حاصل از زمین‌های آبی حاصلناکی نسبت به چند سال قبلی بهتر شده ایستاده است. کشاورزان خواجگاه دهات شهری اسفره عزم دارند که سال آینده حاصلناکی غله‌دانه را نسبت سال جاری باز هم بلندتر بردارند.